چیزی که میتونه بیزنس شما رو رشد بده، به درآمد خیلی زیاد برسونه، اینه که مشتری راضی داشته باشی. اولین بار که رفته بودم دبی یه اتفاق جالب واسم افتاد. رفته بودم دبی مال، یه پاساژ معروفی هست. موقع ظهر بود، رفتم مکدونالد و یه برگر سفارش دادم. اون زمان مکدونالد داشت یه قسمت جدیدی افتتاح می‌کرد به اسم مک کافی که قهوه و کیک ارائه میده. هیچکی از اون خرید نمی‌کرد، چون اصلا ازش نمیپذیرفتن که چرا خب یه جایی که برگر ارائه میده باید کافه هم داشته باشه. یه کار جالب کرد که ما رو معتاد به خدمات مک کافی کرد. وقتی که برگرامون رو سفارش دادیم شد فکر کنم 35 درهم. گفت یه کیک ما میخوایم به شما از مک کافی هدیه بدیم که اگه اینو از ما بپذیرید ضمن اینکه پولش رو نمیدید 5 درهم از فاکتورتون کم میکنیم. اسم این پیشنهاد رد نشدنی. خود چرا باید قبول نکنم؟ خب میگیرم کیکو اصلا میندازم صدلاشخال، 5 درهم هم کم میشه. اون فقط به خاطر اینکه ما بپذیریم هدیه‌شو، تازه پول فاکتورمون هم کم کرد. این میشه یک تجربه مشتری، Customer Experience یا CX. شما اگه میخوای درآمد بالا داشته باشی، به اون میلیارده برسی توی بیزنست، باید یک CX متفاوت خلق کنی. من از این CX ها خیلی دارم، به بیزنس ها خیلی دقت میکنم. یه بیزنس کارواش مگه چه CX میتونه خلق کنه؟ ماشینتو میبری میشوره میاره دیگه، تمام. ولی من یه کارواشی رفتم تو خود همین تهران که یه تجربه‌ای واسه من خلق کرد، به یادم موند. حالا بگذاریم که جلوتر با یه تجربه بدتر کامل از بینش برد، ولی اگه حفظ میکرد من رو به عنوان مشتری کلی میتونست باعث درآمدزاییش بشه. و اون تجربه چی بود؟ اولین بار که ماشینم رو دادم، یه کارواش اینترنتی بود، اومدن خونه شستن. وقتی که ماشین رو تحویل گرفتم دیدم که یه دونه آب معدنی کوچیک توی قسمت جالیبانی ماشین گذاشته، یه شاخه رز روی داشبورد گذاشته و یه اسپری خوشبو کننده ماشین که به دریچه ها میزدن توی ماشین گذاشته بود با 3 تا تیکه چیز ساده. حالا پولش هم قطعا از من گرفته بود، چند برابرش هم گرفته بود، ولی یه تجربه جالب خلق کرده بود. حالا این چه ربطی به موضوع ما داشت؟ ما اگه میخوایم یه درآمد بالا رو تجربه کنیم باید کاری بکنیم که مشتریامون مشتری بیارن. نگاه کنید، یک تجربه خوب راحت 7 تا مشتری به همراه خودش میاره. اگه من راضی باشم از خدمات تو، از محصول تو، قطعاً به رفیقام میگم. و من به این معتقدم، میگم آقا اگه من این لباسی که پوشیدم لباس خوبیه، یعنی یک لباس خوب به من فروخته شده، اصلا من لازم نیست به دوستام بگم، خود دوستام از من سوال میکنن که این لباس رو از کجا خریدی. پس چیزی که میتونه بیزنس شما رو رشد بده، به درآمد خیلی زیاد برسونه، اینه که مشتری راضی داشته باشی. مشتری ازت میخره، تا یک فرایندی تبلیغتو میبینه و مخاطبت میشه و بهت اعتماد میکنه و همه چی آخر ازت میخره. تهش بعد از چند روز یا راضیه یا ناراضی. اگه راضی باشه خودش خرید میکنه، دوستاش هم میان ازت خرید میکنه. اگه ناراضی باشه خودش که خرید نمیکنه نمیذاره بقیه آدما هم از شما خرید کنن. پس تمام تمرکزت این باشه که مشتری های راضی داشته باشی و یک CX یا تجربه مشتری فوق‌العاده خلق کنی، طوری که بره به 1000 نفر دیگه هم بگه.